افغانستان گروه 10 نفری شهروندان چین را در پیوند به جاسوسی و فعالیت‌های هراس‌افکنانه در شهر کابل بازداشت کرده. این روزنامه به نقل از منابع دیپلماتیک در کابل و دهلی نو نگاشته که این افراد با سازمان استخبارات چین پیوند داشتند و بیجینگ از کابل خواسته که در این باره خاموش بماند. حکومت و نهادهای امنیتی در این باره اطلاعات به دست نمی‌دهند، اما برخی از آگاهان هشدار دادند که بی‌پروایی در برابر چنین فعالیت‌های استخباراتی پیامدهای خطرناک خواهد داشت. خالد نیکزاد گزارش می‌دهد. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از منابع دیپلماتیک و امنیتی گزارش داده است که ریاست امنیت ملی افغانستان در 20 ماه قوس دو شهروند چین را به نامهای لی یانگ و شاهونگ از ساحات شیرپور و کارتچار کابل با مقداری از مواد منفجره، جنگ افزار و پودر بیهوش کننده کیتامین بازداشت کرده است و پس از آن 8 شهروند دیگر چین نیز به اتهام جاسوسی به اداره یک حلقه هراس‌افکنی بازداشت شدند. در این گزارش آمده است که این افراد اعضای سازمان استخبارات چین هستند و با شبکه حقانی نیز پیوند داشتند، اما پیوند احتمالیشان با پاکستان تاکنون روشن نشده است. امروز اداره دولتی ما به حدی ضعیف شده که جاسوسا و تروریستا در بین خانه‌های مردم جای گرفته. بر بنیاد این گزارش بیجینگ از کابل خواسته است تا در این باره سخن نگوید، اما امرالله صالح معاون و نخست رئیس جمهور پس از گفتگو با رئیس جمهور غنی در دیدار با سفیر چین در کابل گفته است که اگر چین از این کار پوزش نخواهد، پرونده این افراد به پیش خواهد رفت. با در نظر داشتی کنوانسیون ها افغانستان گروه 10 نفری شهروندان چین را در پیوند به جاسوسی و فعالیت‌های هراس‌افکنانه در شهر کابل بازداشت کرده. این روزنامه به نقل از منابع دیپلماتیک در کابل و دهلی نو نگاشته که این افراد با سازمان استخبارات چین پیوند داشتند و بیجینگ از کابل خواسته که در این باره خاموش بماند. حکومت و نهادهای امنیتی در این باره اطلاعات به دست نمی‌دهند، اما برخی از آگاهان هشدار دادند که بی‌پروایی در برابر چنین فعالیت‌های استخباراتی پیامدهای خطرناک خواهد داشت. خالد نیکزاد گزارش می‌دهد. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از منابع دیپلماتیک و امنیتی گزارش داده است که ریاست امنیت ملی افغانستان در 20 ماه قوس دو شهروند چین را به نامهای لی یانگ و شاهونگ از ساحات شیرپور و کارتچار کابل با مقداری از مواد منفجره، جنگ افزار و پودر بیهوش کننده کیتامین بازداشت کرده است و پس از آن 8 شهروند دیگر چین نیز به اتهام جاسوسی به اداره یک حلقه هراس‌افکنی بازداشت شدند. در این گزارش آمده است که این افراد اعضای سازمان استخبارات چین هستند و با شبکه حقانی نیز پیوند داشتند، اما پیوند احتمالیشان با پاکستان تاکنون روشن نشده است. امروز اداره دولتی ما به حدی ضعیف شده که جاسوسا و تروریستا در بین خانه‌های مردم جای گرفته. بر بنیاد این گزارش بیجینگ از کابل خواسته است تا در این باره سخن نگوید، اما امرالله صالح معاون و نخست رئیس جمهور پس از گفتگو با رئیس جمهور غنی در دیدار با سفیر چین در کابل گفته است که اگر چین از این کار پوزش نخواهد، پرونده این افراد به پیش خواهد رفت. با در نظر داشتی کنوانسیون ها و میثاق های قبول شده بین المللی، اتباع چینی جرمی بزرگی را مرتکب شدند. در قدم اول کشور چین مجبور است